سلام. امروز خیلی خلاصه و مفید میخوام راجع به درآمدهای حوزه دیتا توی کشور کانادا باهاتون صحبت کنم. درآمدها میتونه بر اساس هر شغلی و هر تایتلی متفاوت باشه. کاری که من کردم تایتل های اصلی و عمومی تر رو به عنوان نمونه برایتون آوردم. همچنین این رو هم باید در نظر بگیریم که بر اساس هر لول کاری میتونه درآمد متفاوت باشه. لول های کاری مثل اینتری لول، سینیور یا تیم لیده که معمولا بر اساس تعداد سالهایی که شما دارید توی کانادا کار میکنید در نظر گرفته میشه. یعنی به فرض مثال اگر توی ایران 10 سال سابقه کار دارید، وقتی بیاید کانادا احتمالاً از اینتری لول شروع میکنید، ولی به خاطر سابقه کار قبلیتون میتونه رشد و پیشرفتتون خیلی سریع باشه. ولی اعدادی که من در نظر گرفتم 0 تا 3 تا 8 پلاس، اینها اوریج هست. این رو هم در نظر بگیرید که شرکت‌ها خیلی بازه‌های پرداختی متفاوتی دارن. شاید یه شرکت خصوصی باشه، استارتاپ باشه، خیلی زیاد پرداخت کنه. یه شرکت دولتی باشه، معمولاً متوسط یا اوریج رو پرداخت میکنن. یا میتونه یه شرکت مشاور باشه و خیلی کم پرداخت کنه. برای اینکه کار اولتون هم هست، بعضی وقتا خیلی کم پرداخت میکنن. با توجه به همه اینها توی این جدول من اکثر رنج های حقوقی رو آوردم. اینو در نظر بگیرید که این حقوق ها قبل از تکسه. رنج ها مکسشون میتونه خیلی متفاوت باشه. میتونه شما توی شرکتی کار کنید، تیم لید باشید و ماشین لرنینگ انجینیر باشید و 500,000 تا بگیرید. شهرهای مختلف اونقدر تفاوت درآمد آنچنانی ندارن. مزیت شهرهای بزرگ اینه که فقط جاب اپورتونتی هاشون بیشتره و شرکت های بیشتری شما میتونید اپلای کنید. به خاطر همین وقتی رقابت بیشتره شاید شما بتونید کارهای با درآمد بیشتر بگیرید. حالا ما بر اساس درآمدمون چقدر میتونیم دریافتی داشته باشیم؟ قبل تکس و بعد تکس درآمدها متفاوته. مقادیر تکسی که من براتون توی این جدول بردم استیمیت، تخمین زده شده است. به خاطر اینکه تکس میتونه تو استانهای مختلف متفاوت باشه. مثلا کلگری تکسش کمتره، جای دیگه میتونه بیشتر باشه. پس شما یک بازه متغیری رو در نظر بگیرید. باز من خدمتتون میگم مقادیری که من اینجا آوردم متوسطه، ولی خب هر شرکتی یک مقداری از درآمد شما کم میکنه بابت بازنشستگی، پنشن یا بیمتون و یا چیزهای دیگه که من باز یک تخمینی براتون آوردم که مقادیر کسورات چقدر میتونه باشه. پس بر اساس تمام این تخمین ها در ستون آخر درآمد ماهیانه هر شخص رو یا هر کار رو ما میتونیم یک تخمینی داشته باشیم.